اینجا کافه تهرونه، جایی که خاطره ها دم دست‌ترین چیز توی منوی هر روزشن. هر صندلی اینجا یه داستان داره، یه آشنایی قدیمی، یه نامه نصف نیمه. من هر وقت دلم تنگ میشه خودمو میرسونم اینجا، چون این کافه فقط یه جا برای قهوه نیست، یه پناهگاهه. آره خوب بود. همه چیز علیش همه خوب. زندگی در جریانه. زندگی در جریانه. تجربه جالب بود. بعضی جاها رو نمیشه فراموش کرد، چون شبیه آدمایین که برات موندنین. کافه تهرون یکی از همون جاهاست، پس حتما بهش سر بزن.